خب خدمت دوستان و همراهان عزیز و علاقمندان به حوزه جادو، جادوگری و علوم غریبه سلام عرض می کنم. دوستان عزیز، کانال گالری جادو، بنده استاد گالری جادو هستم و امروز با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم. آموزش امروز یک مراسم پایه‌ای برای جادوهای بعدی هست. در واقع در این آموزش شما یک مدیتیشن پیشرونده رو آموزش می‌بینید که هم قدرت‌های کیهانی و درونی شما رو افزایش میده و هم به عنوان مراسم پایه برای برخی از دیگر آموزش‌های کانال در آینده عمل می‌کنه. این مدیتیشن باعث اتصال شما به قدرت حضرت آرزیل میشه. خب دوستان، قبل از آموزش از شما میخوام تا کانال یوتیوب و اینستاگرام ما رو مشترک بشین و این ویدیو رو لایک کنید. دوستان، در حوزه علوم غریبه برای اینکه دعاها، طلسم‌ها و مراسم کار بکنن و در واقع جواب بدن و شما به آرزوهاتون برسین، ما یه مسئله و امری به اسم زکات داریم. یعنی فرد طالب باید قبل از فرا گرفتن هر روشی زکات اون روش رو بده. خب در گذشته از گرفتن پول تا گرفتن خونه و مزرعه و حتی برگزاری مهمانی‌های خاص و غیره به عنوان زکات بخصوص در حوزه آموزش استفاده می شده. در اینجا هم از طرف خودم اعلام می کنم که زکات استفاده از این روش اولا عضویت در کانال یوتیوب و اینستاگرام و لایک ویدیو هست و دوما معرفی به دوستان و آشنایان و دیگر علاقمندان به حوزه علوم غریبه هست. دوستان، این روش رو به صورت کامل و با تمامی جزئیات و کلمات و حروف اون اجرا بکنید. شما هم میتونید از متن ویدیو برای خودتون یک متن درست بکنید و مدیتیشن رو با صدای خودتون اجرا بکنید یا اینکه صدای من استفاده بکنید. ولی وقتی که از صدای من استفاده میکنید باید تصور کنید که صدای خودتون هست. در ضمن همزمان با من باید قسمت اول و آخر ویدیو رو با صدای بلند تکرار بکنید. این روش واقعا روش خیلی مهمیه، روش پایه‌ای هست. من بهتون توصیه میکنم حتما در حدود 11 روز، بیشترم میشه، کمترم باز هم برای شما در واقع تاثیرگذار هست، ولی سعی کنید 11 روز پیوسته شما این روش رو پشت سر هم تکرار بکنید. البته اگه هر روز هم این روش رو حالا تا آخر عمرتون تکرار بکنید، هر روز به قدرت شما اضافه میشه و اون ارتباط و اتصال شما با حضرت آرزیل بیشتر و بیشتر میشه. خب دوستان، من مراسم رو شروع میکنم، یعنی از اینجا به بعد شروع مراسم هست. خب من مراسم دستیابی به قدرت کیهانی رو آغاز میکنم. من جهان درونم را فرا میخوانم تا شاهد باشد. من هدف خودم رو این گونه بیان میکنم: آنکار یود هی وا هی. من شروع به آروم شدن میکنم و از تمام تنش‌های بدنم رها میشم. بذار تا ماهیچه های بدنم رها، آرام و شل بشن. زود یک سنگینی تدریجی تمام ماهیچه های بدنم رو فرا میگیره. شونه ها، بازوها، دست ها، ران ها و پاهام سنگین و سنگین تر میشن. ماهیچه هام آرام و رها میشن. تمام ماهیچه هام دارن ریلکس
آرام مشغول میشن. خیلی زود احساس آرامش و رهایی میکنم. آرامش، رهایی، آرامش، رهایی. عمیق و عمیق‌تر. رهایی، آرامش و رهایی. تمام تنش‌ها از ماهیچه‌های من خارج میشن و خیلی زود اونا شل، رها، ریلکس و آروم میشن. سر و صدای اطراف من به پس زمینه ذهن من میرن و من احساس ریلکس بودن، رهایی و آرامش میکنم. آرام و عمیق نفس میکشم. آرام و عمیق. همراه با آرامش و رهایی وارد دنیای زیبا، شاد و آرام ریلکسیشن میشم. همزمان که بدنم آرام و ریلکس میشه، من وارد سکون و سکوت میشم، جایی که فقط این کلمات معنی دارن و هیچ چیز دیگه‌ای برام مهم نیست. رهایی، آرامش، رهایی، آرامش، شد، و شد، رها، رها و رها، شد، و شد، رها، رها و تو را دعوت میکنم ای آرزیل قدرتمند که در شرق ساکن هستی، که در این کار و دیگر امور زندگیم به من کمک کنی. من میدانم که الان قدرت کیهانی من از درونم به بیرون سرازیر می شود. خب دوستان، بخش مدیتیشن اینجا تموم میشه. شما بعد از اینکه چشماتون آروم میبندین به مدت 2 الی 3 دقیقه تا 5 دقیقه میتونید در همون حالت بمونید. راستی در مورد حالت اینکه لازمه که بنشینید یا بخوابید، من بهتون توصیه میکنم در حالت نیلوفر باشید یا حتی میتونید روی یک صندلی بنشینید و این مدیتیشن رو اجرا بکنید. خیلی فرق زیادی نمیکنه، ولی حتما اون 2 تا قسمت اول و آخر رو با یک صدای با یک تون بلند و قدرتمند اجرا بکنید. توی همه کاراتون اون بخش‌های کیهانی، اون بخش‌هایی که شما رو به قدرتی متصل میکنه، حتما باید با یک روش، با یک تون بالا و قدرتمند و ویبره اجرا بشه تا اون تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه. از این به بعد ما این رو به عنوان مدیتیشن پایه در نظر میگیریم. مدیتیشن اولیه یا پایه یا در واقع مبنا در نظر میگیریم. در روش های بعدی که من به شما آموزش میدم، شما باید اول این مدیتیشن رو اجرا بکنید تا جایی که چشماتون رو میبندید و تا 2 دقیقه 3 دقیقه در حالت سکوت میمونید. بعد اون روش بعدی که من در آینده بهتون یاد میدم و روش های زیادی رو شامل میشه، شامل در واقع
دستیابی به عشق، دستیابی به ثروت و قدرت و دستیابی به دانش‌های مخفی و برقراری ارتباط با قدرت‌های درونی، در واقع برقراری ارتباط با بهش میگن اون خدای دیگر شما، خود دیگر شما، یا در واقع اون جن درون شما یا شیطان درون شما یا هر چیزی که هست، و خیلی از روش‌های دیگر رو میشه با در واقع بر مبنای همین روش اجرا بکنید. دوستان سعی کنید حتما این روش رو تا 11 روز پشت سر هم هر روز یک بار حتما اجرا بکنید تا قدرت‌های درونی شما در یک سطح بالایی در واقع قرار بگیره و با حضرت آرزیل متصل بشه. حضرت آرزیل من حالا بعداً در مورد اون بیشتر باهاتون صحبت میکنم. یکی از ملائکی هست که تمایل خیلی زیادی داره با آدم ها کمک بکنه و حتما هم به شما کمک میکنه. در این مورد خیالتون راحت باشه و سعی کنید انشاءالله با تمرکز بیشتر و با قدرت بیشتری این مدیتیشن رو اجرا بکنید. تا روش‌های بعدی، خدا نگهدارتون. حتما اون زکات روش رو یادتون نره و حتما پرداخت بکنید. از همه شما ممنونم. خدا نگهدار.